مرحمت 20 ثانیه دیگه وقت دارید. بگید که در این عکس ما کی رو می‌بینید؟ شناسایی نکردم شما. بگید. خیاردم کوخ. قهرمان تاجیکستان از سال 2006 است. شیرین شو منصور. پاسخ درست این سوال ناحیه دنگره است. دنگره را گیر. ما امکانیت میدیم که شما به دور سیوم راه بیایید تو از سالهای مبلغدار استفاده. نمیدونم آن چیزی در اینستاگرام بگیم. قربانعلی عبدالله. قربانعلی عبدالله. آفرین. درود بر شما بیننده‌های عزیز. برنامه ذهنی پرسجو است. امروز باز هم من زیورشاه غازیف با همراه نواربرداران خود رجب علی و عبدالله نشر نوبتی برنامه پرسجو را در کوچه و خیابان‌های شهر با ساکنان منظور شما می‌گردانیم و البته با پرسش‌های جالب و با عکس‌های انتخاب کرده و سوال‌های عمومی که فنی اند، یعنی که ساکنان آن را البته در دوره مکتبخوانی شاید از خود کردند. از ساکنان می‌پرسیم که آیا این سوال‌های ما را می‌دانند یا نه. بیننده‌های عزیز، در این نشر ما برای اشتراکچیان برنامه البته امکانات‌های خیلی فراهم آوردیم. سوال‌های خیلی ساده و با بخش‌های گوناگون و در بخش آخر پاسخ بر عوض مبلغ. اشتراکچی برنامه اگر در دو بخش اولی برنامه ما با هر 3 سوال حداقل با 2 سوالی هر یک بخش پاسخ درست بگوید، در بخش سوم به هر سال صاحب مبلغ می شود. یعنی برای به بخش سوم راحت یافتن البته باید خیلی جرأت کنند در 2 بخش اول. البته کمک میکنیم، امکانات خیلی زیاد هم میدیم، اما اشتراکچیان باید کوشش کنند، فکر کنند و در مدت 30 ثانیه‌ای که به آنها فرصت داده می شود باید به سوال‌های ما پاسخ مشخص بگویند تا که در بخش سوم صاحب مبلغ شوند. بیننده‌های عزیز، ما را پیگیر باشید و البته فکر میکنم یکی از اشتراکچیان برنامه حتما صاحب مبلغ پولی برنامه ما خواهند شد. برنامه را از حدود شهر باختر باز هم آغاز میکنیم. ما را همراه باشید. نشناختم. اگر شما در سوال‌های اول جواب پیدا کرده میتونید در بخش آخر هر یک سوالش 10 سومانی ارزش دارد، میتونید صاحب مبلغ شد دوزید. ما فقط باید فکر کرده پاسخ دهید. ما امکانات خیلی زیاد میدیم برای شما. مثلا برای یافتن پاسخ 30 ثانیه وقت میدیم. مرحمت 20 ثانیه دیگه وقت دارید. بگید که در این عکس ما کی رو میبینید؟ اچھا نگمود نگمود شنیشه شتمون. آفرین. آفرین. برای پاسخ آی این کس همش دستم نام شنم جانو. شما خوب فکر کنید. 30 ثانیه وقت دارید. غرض پن بله. این راوی محبوبی برنامه ادبی یعنی تربیتی بی‌غرض پند است. اما بگید که نوع نسبی نفر کی است؟ در یادم نیست نامش نمیدونم. در سوال تو نمیتونم پاسخ. یعنی که پاسخ ندارید. این نفر نورالله عبدالله. نورالله عبدالله. در برنامه بی‌غرض پند ما گفتیم که در برنامه بی‌غرض دیدگیم. بله دیدم. سوال سوم. شما حداقل همینش را جواب دهید. نه همین نفر از گذشت. قربانعلی عبدالله. قربانعلی عبدالله. آفرین. سوال‌های عمومی می شود در بخش دوم. ممنونگاه خوتلان در کدامی از ناحیه‌های ولایت ختلان جایگیر است؟ من نمیدونم دوده. فکر کنید. با شما 30 ثانیه وقت میدیم. ما وقت رفته ایستاده است. 30 ثانیه وقت از شماست. مرحمت. نمیدونم در یادم نیست. نمیدونم. یعنی که از وقت استفاده نمیکنید. چی ممنونگاه خوتلان؟ بله. نمیدونید. این ممنونگاه
дар ноҳияи Дағра ҷойгир аст. Мамнугоҳ албатта ҳайвоноти олами набутот ки масалан дар онҷо парвариш мешавад ва куштан, шикор кардан онҳо манъ аст. Саволи дуюм. Замин нисбат ба офтоб чанд маротиба хурдтар аст? ин дар китобҳои давраи мактабӣ ҳаст. میدونی که баландтарин алафе ки мерӯяд чӣ ном дорад? Як алафе ҳаст ки аз ҳама алафҳои дигар баландтар мешавад қоматаш ки мерӯяд. رشقه نیست؟ بالاترین علف یعنی رشقه؟ не چیه یگانه؟ шумо фикр кунед, шумо 30 сония вақт доред додед. шумо аввал аз вақти худ истифода кунед. як дониши худро бисанҷед. بالاترین علف ها؟ و خیلی رشقه با فکر من رشقه دیگه نمیدونم дигар посух надоред. ин алаф ном дорад бамбук. шумо мутаассифона ба бахши сеюм роҳ наёфтед. мутаассифона. ёки ягон саволи дигар диҳем. میشوه بامبو؟ бале. امو؟ шумо мехоҳед идома бидед. як саволи дигар барои шумо пешниҳод кунем. шумо ба ёд биёред донишҳои давраи мактабиро. ташаккур барои иштирокатон. ба ҳар ҳол барои шумо сипос мегӯем. зинда бошед. шумо дар акс ки намедонед? شیرین‌شاه شو تیمور شو шириншоҳ шоир қаҳрамони قهرمان قهرمان Тоҷикистон. Офарин. Нафар кард. شناس ба шумо 30 сония вақт дода мешавад. شناسایی نکردم شما фикр кунед. бале ҳунарманд аст. ҳунарманд аё не ки ном шанам. шумо филм барномаи беғараз панд дидед тавассути телевизион. дар бузург даём хел беғараз тамошо карда нестем. як барномаи тарбиявӣ бисёр хуб дорад. ҳозирҳоро ҳам дорад. ном шанам не ки хел мешносам нави. вақт меравад. ин нафар Нурулло Абдуллоев аст. Нурулло Абдулло. бале Нурулло Абдуллоев. саволи сеюм. шумо як имконияти дигар доред. ба фикрам мешиносед. шумо бояд мубориза баред ки дар бахши сеюм соҳиби маблағ шавед. шумо фикр кунед. ба шумо 30 сония вақт дода мешавад. аллакай вақт рафта истодааст. کنده نموش در نوزی فرونه نکنم میدونیم نه باید نایمانم. باید نداریم. نه. این نفس قرباناری عبداللهیف است. قربانایی. یک امکانات دیگر میدیم با شما. و سوالهای عمومی ها. سوالهای عمومی. اما در بخش اگر به بخش سیوم راه یافتید مبلغ حجمش کمتر می شود. برای اینکه شما در بخش یکم و سوالها پورا جواب ندادید. شما راضیید؟ بله. زمین نسبت به آفتاب زمین نسبت به آفتاب چند مرتبه خردتر است. خردتر است؟ یعنی زمین نسبت آفتاب چقدر خرد است؟ نه. آفتاب البته چند میلیون تا؟ نه میلیون نیست. میلیون نیست. هزار است. شما وقت دارید. وقت رفته ایستاده است. قریب آوردید. یعنی پاسخ نهایی شما. خیلی واریانت بیاید من واریانت برای شما پیشنهاد میکنم. 460 هزار 357 و 555 فکر کنید. فکر کنید. 450 357 یکی اشتباه کنید. 550 555 هزار است البته. من هزار آدم هزار دید. 555 هزار است البته.
حالا من پاسخ مشخص نگفتم. برای شما فقط ما هم میگید یک. که کدامش رو انتخاب میکنید؟ پس 55 هزار یا اینکه چند؟ یک پاسخ انتخاب کنید. خواهش یک تا 555 یعنی پاسخ مشخص شما 555 هزار مراتبه زمین از آفتاب راست خورد است. آفرین. سوال دیگه ممنوعگاه خوتلان در کدامی از ناحیه‌های ولایت ختلان جایگیر است؟ ممنوعگاه خوتلان. شما می‌دونید ممنوعگاه چی است؟ چه؟ ممنونگو چه ممنوعگاه جایی که در آنجا حیوانات عالم نباتات یعنی آن حیوانات نادر پرورش می‌یابند یا زندگی اقامت می‌کنند که کشتن یا شکار کردن آنها منع است، ممنوع است. زوکا با مثالی همین یعنی یک ممنوعگاه بسیار معروفی است در ولایت ختلان که در یکی از ناحیه‌های آن جایگیر است. بگید که در کدامی از ناحیه‌ها؟ شما 30 ثانیه وقت در 14 یا تاوی کردگی. نه در 14 یا تاوی کردگی. در شهر باختر. بگم تپا فکر کنید. نام شهر گمرو در 14 یا تاوی شدگی. نه اون نیست؟ در یکی از ناحیه‌ها. البته ولایت ختلان 25 شهر نمایی دارد. در یکی از ناحیه‌های ولایت ختلان. وقت شما متاسفانه به انجام رسید. بیاید یک امکانات دیگر میدیم. با شما واریانت میدیم. میشود؟ واریانت. با شما واریانت معقول شدن. ناحیه شهر توس یکم واریانت یک. واریانت دوم ناحیه خاولینگ. واریانت سوم ناحیه دنگره. کدام از اینها؟ با فکرم شهر تو آنی. بس فکر کنید. شهر دوست تا یکی چه شهر یعنی گپ چون ماشین داگیر شهر تو خاک اشکو ریخته براتون میتونید با دوستی خود تکیه کنید. با پاسخ دوستی خود میتونید تکیه برای که کنید. در دنگره خیلی نیست شهر توس از وقت استفاده نمیکنید. پاسخ نهایی شما ناحیه شهر تو یعنی ممنوعگاه در ناحیه شهر توس جایگیر است. پاسخ درست این سوال ناحیه دنگره است. دنگره را گیر. بلندترین علفی که میروید یک علفی هست که وقتی میروید خیلی قامتش دراز است. بلندترین علف علافه علف یا دره علف من یک امکانیت میدم. اگر همین سوال پاسخ دادید بخش سوم راه مییابید. با شما 10 ثانیه وقت. الاف بلند 7 8 9 10 من گفتم که با بخش سوم که هر سوالی وای پول دارد شما اگر پاسخ دید با این بخش راه مییابید. پاسخ ندارید این علف بامبوک نام دارد. برای اشتراکتان تشکر میکنیم. خیلی اردام کوخ قهرمان تاجیکستان از سال 2006 است. شیرینشو منصورم شیرینشو شاه تیمور یک شما نفر فکر میکنم میشناسید. هم شویره هم هنرپیشه است. هنرپیشه نومش یادم برم نومش نورالله یعنی کی بوده است؟ نورالله عبدالله بهترین این حافظه آواز خان است. حافظی شما ترانه قشلاقه که ما به چباتی داره داشتیم به این نفر همون آهنگ همون ترانه را خوانده است.
این نفر قربانعلی عبداللهیف است. بهترین. بیاید سه سوال عمومی دیگر بدیم. ممنوعگاه خوتالان در کدامی از ناحیه‌های ولایت ختلان جایگیر است؟ در این همه ولایت خمون در کدامی از ناحیه‌های ولایت؟ ناحیه ختلون. من فهمیدم. ولایت ختلان 25 شهر و نواحی دارد. در یکی از این ناحیه‌ها این ممنوعگاه جایگیر است. شما بگویید که در کدامی از این ناحیه‌ها؟ ناحیه بختر. در شهر بختر؟ نه. فکر کنید. من واریانت پیشنهاد میکنم. یکم، واریانت یکم ناحیه خوالینگ، واریانت دوم ناحیه شهر توس، واریانت سوم ناحیه دنگره. یکیشون انتخاب کنید. ناحیه دنگره ممکن. شاید ناحیه شهر توس باشد. شما دقیقاً بگویید. دقیقاً بگویید در کدام از این ناحیه‌ها جایگیر است؟ ممکن ناحیه شهر توس باشه. شهر توس یا دنگره یکیشون انتخاب کنید. دنگره. در ناحیه دنگره جایگیر است. درست است. بهترین. سوال دیگر. بلندترین علفی که میروید چی نام دارد؟ یک علف میروید که نهایت بلند میشود. این محصولات میخوردگی نه، اینک نمودی علف است. نمیدونم. فکر کنید. این علف نام دارد بامبوک. خودش خیلی بلند میشود. حاضر حرارت هوا در بختر چگونه است؟ گرم است یا گرم؟ خیلی گرم است. خیلی گرم. نمایشات بگویید که منطقه از همه گرمترین تاجیکستان کدام منطقه است؟ کجا است این؟ قرغن. حداقل ناحیه‌اش رو بگید. بختر. شهر بختر. همین ولایت هم ولایت باوری دارد که گرمترین منطقه این نقاط در ناحیه شهر توس باشد. ممکن. باور دارید به همین؟ باوری دارم. یکی فکر میکنید که از همه گرمتر بختر است. یعنی به اندازه شما از همه گرمترین جای شهر بختر است. برای کار با شما. فراغت خوب. سلامت باشید. شما در این عکس کی رو می‌بینید؟ در این عکس شونیشوی شاخته بود. آفرین. کی بود است؟ شینشه. باز یک دوست عکس دیگر هم داره. شینشه شد قهرمانی خلق تاجیک. بله، قهرمان تاجیکستان است. آفرین. باید بگیم که در دو بخش اول اگر شما با سوال‌ها پاسخ مشخص دهید، در دور سوم سوال‌ها پولاکی میشوند. شما میتونید صاحب مبلغ شید. این فرق است. نمیدونم وای اکم وقتیار است نوشته نمیدونم. هنرمند است. نه. نمیشناسم. فکر کنید با شما 30 ثانیه وقت میدیم ما. شما در 30 ثانیه میتونید که بدونم که اکتیار است، نه که وای نوشته نمیدونم. میدونید که هنرمند است، اما ما شما نمیدونید. فکر کنید. من کمک میکنم که راوی یکی از برنامه‌های تربیوی محبوب با نام بی‌غرض پند است. شما دیدید این برنامه رو؟ نه. برنامه است که صحنه‌های تربیوی دارد. دیدید؟ بله. این همون نفر است. نام نسبش چیه؟ اون نصابش نمیدونم. از وقت استفاده کنید. فکر بله. نه نمیدونم. وای من استفاده نمیکنید، یعنی که نمیدونید. من ایراد فقط در تلویزیون تماشا میکنم تا این نفر نورالله عبداللهیف است. نورالله عبدالله یک امکانات دیگر دارد برای به بخش دیوم راه یافتن.
یکم رای حافظ است. آوازخوان است. کارونه شلاقه که من روی چپاتی داره بشین دیدم. آن چی دیدم؟ قربان علی و کی بود؟ قربان علی. کی بود؟ عبدالله بودم. قربان علی عبدالله. قربان علی عبدالله. آفرین. بخش دوم رو یافتید. آفرین مبارک باشه. بخش دوم. یعنی با سه عکس در سه عکس شما دو جوابی پورا گردنده توانستید. سوال مکتبی است. سوال فنی. زمین نسبت به آفتاب چند مرتبه خردتر است؟ همین زمین نسبت به آفتاب چند هزار مرتبه خردتر است؟ نمیدونش. فکر کنید با شما 30 ثانیه وقت میدیم. سوال تا جواب دادن نمیدونم. به اندازه شما زمین بزرگتر است این که آفتاب. فکر کنید 30 ثانیه وقت دارید. وقت رفته است. از وقت استفاده کنید. یعنی پاسخ ندارید. از وقت استفاده نمیکنید. نیست. نیست. 555,000 مرتبه زمین از آفتاب خردتر است. موافق معلومات گئوگرافی. سوال دوم. اگر همین دو سوال دیگر رو شما پاسخ گردیده تونستید، شما میتونید با دور سوم راه برید. بلندترین علفی که میروید چی نام داره؟ یک علفی هست که نسبت دیگر علفها خیلی بلند است. قامتش. نه بلند میروید. کدام؟ فکر کنید. نگفته نماند. شما مبارزه میبرید برای مبلغ از خود کردن، برای به دست آوردن مبلغ. در بخش سوم هر سوال 10 تومانی ارزش دارد. از وقت استفاده نمیکنید. وقتتون کم ماند. تقریبا. پاسخ این علف نام دارد بامبوک. بامبوک. بله. سوال دیگر. یک امکان دیگر. بگویید که ممنوعگاه ختلان در کدامی از ناحیه‌های ولایت ختلان جایگیر است؟ شما به همین سوال پاسخ دهید. من امکانیت میدیم. ما امکانیت میدیم که شما به دور سوم راه بیایید تا از سوال‌های مبلغدار استفاده. وقت رفته است دیگه. نمیدونم. یعنی از وقت استفاده نمیکنید. نمیدونم چیزی در اینستاگرام میگیم. نه پاسخ ندارید. این ممنوعگاه جایگیر است، واقع است در ناحیه دنغره. و شما تشکر میگیم برای اشتراک. بیننده‌های عزیز و ارجمند، پرسش نوبتی خود را در برنامه ذهنی پرسجو از باغ فرنگی فراغتی به نام رحمان مورچیف شهر باختر ثبت کرده منظور شما گرداندیم. بیننده‌های عزیز باید بگوییم که در نشر نوبتی برنامه باز هم یک آزمون بردناک داریم که آنهایی که توسط تلویزیون و یا شبکه‌های اجتماعی ما را تماشا کرده ایستادند یا که تماشا میکنند میتوانند صاحب مبلغ پولی شوند، یعنی غالب نشر نوبتی برنامه ما گردند. باید بگیم که در نشر اول برنامه ما نکروز جلیلوف غالب نشرهای گذشته را که با استقبال بیشتر غالب شده بود صاحب 100 سومان مبلغ کرده بودیم و حالا باشد باز هم همین گونه آزمون را راه اندازی کردیم، اما با شرط های دیگر. شرط اساسی آزمون بردناک ما چنین است: آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا شبکه اجتماعی یوتیوب برنامه ما را تماشا میکنند، پیگیری میکنند، اگر باز نشر یعنی به اصطلاح پدلیتسا کنند این نشر برنامه را، یعنی نشر چهارمی برنامه پرسجو را به دیگران بفرستند و از آنهایی که بیشتر از جانب مردم استقبال میگیرد آنها غالب برنامه ما میگردند. آنهایی که در برنامه اشتراک کرده میخواهند البته عکس
بازنشر خود را البته به سراغه برنامه ما حتما بفرستند تا ما شاهد آن باشیم. تا دیدار دیگر خدا نگهدار.